سلام، امروز اومدیم مطب دکتر کاظم‌زاده که با دستگاه‌هاشون در زمینه زیبایی زنان بیشتر آشنا بشیم. با من همراه باشید. بریم پیش دکتر تا ببینیم چه دستگاه‌هایی دارن. دکتر یه لطفی میکنید به ما بگید توی مجموعه شما چه دستگاه‌هایی تو زمینه زیبایی زنان موجوده؟ بله حتما. والا دستگاه تعدادش خیلی زیاده. من از لیزر شروع میکنم. لیزر ما لیزر فوتونا هستش. حالا میریم بهتون نشون میدم که معمولا هم برای صورت هم برای مسائل جراحی و زیبایی استفاده میشه و یه پتنتیه توی دنیا. دستگاه های دیگه من RF دارم که RF جراحی هست، برای جراحی های خیلی ظریف مثل لیبیوپلاستی، ماژوپلاستی استفاده میشه که اون هم علمنه، اونم بازی برند خیلی با کیفیتی توی دنیا هست که هر دوش امریکایی هستن تا اینجا. دستگاه های دیگه غیر از لیزر موی زائد که اون هم دایود هست که ماژول آلمانی داره که اونم سالیان ساله داریم کار میکنیم. در مورد دستگاه های دیگه برای مسائل وایتنینگ و کلا مسائلی روی پوست کار میشه، میکرونیدلینگ هست، میکرودرم ابریشن هست، اسکین کول هست. دستگاه هایی که برای بی‌حسی استفاده میشه، یعنی برای این که میدونین یکی از بزرگترین مشکلاتی که ما داریم توی جراحی مسئله تزریقه که بیماران بیشتر از اینکه از خود جراحی بترسن از تزریقش میترسن. بنابراین ما اومدیم یه مطالعه کردیم توی دنیا که سعی بکنیم این جراحی رو که می‌خوایم انجام بدیم زیر بی‌حسی موضعی بتونیم خود اون بی‌حسی رو یه حالت یونیکی و یه حالت منحصر به فردی بهش بدیم که در واقع در کلینیک‌های دیگه امکانش شاید نباشه. که به خاطر همین یه سری دستگاه‌هایی رو که ما تهیه کردیم در واقع به خاطر کاهش درد در موقع تزریق هست که حتی خود دستگاه‌های تزریق هم متفاوته که متأسفانه تو ایران هیچ کدوم از اینها نیستش و هر کدوم از اینا رو از یه جای دنیا در واقع تهیه کردیم و به همین علت خیلی هم راضی هستیم، برای اینکه وقتی شما می‌بینیم مریض درد نداره یا حداقل درد رو تجربه میکنه، خب برای خود ما بیشتر از هر چیزی لذت بخش.